تا حالا فکر کردید که بدشانسی ها میتونن خوششانسی باشن؟ سلام به همه رفقای عزیزم. امروز میخوام داستانی رو براتون بگم که شاید دیدتون رو به زندگی عوض کنه. روزی روزگاری پیرمرد کشاورزی در کشور چین زندگی میکرد که مزرعه‌ای داشت و به همراه پسرش زندگی میکرد. پیرمرد یک اسبی داشت که با اون زمینش رو شخم میزد و یک روز اون اسب از دست پیرمرد فرار میکنه و در صحرا گم میشه. همسایه‌هاش برای ابراز همدردی گفتن عجب بدشانسی آوردی. پیرمرد جواب داد بدشانسی یا خوششانسی کسی چه میدونه؟ حتما حکمتی توش بود. خدا رو شکر. چند هفته بعدش اسب پیرمرد به همراه چند تا اسب وحشی برگشت. این بار همسایه‌ها با خوشحالی بهش گفتن عجب خوششانسی آوردی. اسبت همراه با 20 تا اسب دیگه به خونت برگشته. اما پیرمرد جواب داد خوششانسی یا بدشانسی کسی چه میدونه؟ بازم خدا رو شکر. بعد یه مدتی پسر جوون پیرمرد در حالی که سعی میکرد یکی از اون اسب‌های وحشی رو رام کنه از روی اسب به زمین میفته و پاش شکسته میشه. باز همسایه‌هاش گفتن عجب بدشانسی آوردی و این بار هم پیرمرد جواب داد بدشانسی یا خوششانسی کسی چه میدونه؟ حتما مصلحتی توش بود. خدا رو شکر. چند روز بعد مامورای حکومتی به روستا اومدن و برای ارتش به سربازهای جوان احتیاج داشتن. به خاطر همین هرچی جوان تو روستا بود رو برای جنگ با خودشون به سرزمینهای دور بردن. اما وقتی دیدن پسر پیرمرد پاش شکسته و نمیتونه راه بره از بردنش منصرف شدن. همسایه ها برای تبریک به خونه پیرمرد اومدن. عجب شانسی آوردی که پسرت معاف شد. کشاورز پیر گفت خوششانسی یا بدشانسی چه کسی میدونه؟ هر چه که هست خدا رو شکر. این داستان به ما یادآوری میکنه که زندگی پر از اتفاقات غیر منتظره است و هر رویدادی میتونه 2 تا جنبه داشته باشه، خوششانسی یا بدشانسی. اما در نهایت این نگرش و دیدگاه ماست که تعیین میکنه چطور با اون اتفاقات برخورد کنیم. شاید چیزی که در ابتدا به نظر بدشانسی میاد در واقع فرصتی برای رشد و پیشرفت باشه و همیشه زمان ثابت میکنه که خیلی از اتفاقاتی که بدبیاری و مسائل لاینحل زندگی خودمون میدونستیم صلاح و خیرمون بوده و اون مسئله نعمت و فرصتی بوده که زندگی به ما اهدا کرده. همونطور که تو قرآن اومده چه بسا چیزی را شما دوست ندارید و در حقیقت خیر شما در آن بوده و چه بسا چیزی را دوست دارید و در واقع برای شما شر است و خداوند داناست و شما نمیدانید. پس بیایم همیشه شکرگزار باشیم و از همه مهمتر به نیکی ببینیم، چرا که هر اتفاقی توی زندگی ما میتونه حکمتی داشته باشه.